الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. اینجا برادران سوال کردن درباره حائضه و نفسا، خواهرانی که به این دو عودتی که خداوند متعال بر فرزندان مادرمان حوا رضی الله عنها همچون یک اختبار و امتحان و همچون یک عودتی که خداوند او را مقدر کرده است و به سبب این آیا آنها قرآن خوانده می توانند یا نه سوال کردند و خواستیم که به طریق مختصر در این باره فتوای یکی از علمای کبار علم اسلامی علامه عبدالله ابن عبدالعزیز ابن باز رحمت الله علیه که در این باره فتوای خیلی خوبه و مقرون با ادله از کتاب و سنت آوردن تا که جواب کافی برای سوال دهندگان باشد. سوال کردن که آیا حکم دست کردن به قرآن کریم یا به مصحف به غیر طهارت یا که او را از یک جا به دیگر جای دیگر بردن چه حکم دارد و همچنین جایز است قرائت کردن از آن جهازها مثل جهازهای تلفن یا که کامپیوتر که آنها اصلا همچون گویم با طریق رقمی یا صفروای در تلفن ها پیدا می شود و حکم ورقی قرآن را ندارد. شیخ العلامه رحمت الله علیه ابن باز جواب میدن که اصلا میگن جایز نیست برای مسلمان دست کردن مصحف مادامی که او طهارت ندارد نزد جمهوری اهل علم چهار مذهبی اهل سنت و جماعت رضی الله عنهم و اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم و رضی عنهم با چنین فتوا میدادند که جایز نیست. در این باره حدیث آمده است ابن باز رحمت الله میگه که در این حدیث در سند او لا بأس به، یعنی در سند او صحیح است و باکی نیست. در سند او از حدیث عمرو بن حزم رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که فرمودند چون یک مکتوب به سوی یمن اهل یمن رای کردند در آن نگاشته بودند که الا یمس القرآن الا طاهر و میگن این حدیث خوب است که دیگر راه قطعی که روایت های زیادی در این باره در این باب آمده است که یکی دیگر را تقویت میدهد و حدیث صحیح حسابیده می شود که معنای حدیث این که و این که هیچگاه قرآن را مساس نکند مگر طاهر، یعنی کسی مساس نکند دست نزند قرآن را مگر طاهر یعنی پاک. از این جهت دانستیم از این حدیث که دست کردن مصحف برای مسلمان جایز نیست مگر اینکه طهارت کند هم از حدث اصغر و هم از حدث اکبر. چون که ما می‌دانیم حدث اصغر این طهارت شکستن است و حدث اکبر این از با غسل واجب شدن برای انسان حدث اکبر میگن که زنی که در حالت حیض و نفاس است اونم باید همچون حکمش حکم حدث اکبر است، مثل جنوب حکم دارد. از همین جهت نقل کردن قرآن هم از دیگر جا و دیگر جا هم باید به طهارت باشد، بغیر طهارت ممکن نیست. اما شخصی که میگرد به واسطه یک سچاق یا یک لفافه‌ای که بالای قرآن پیوست میکند یا در غلاف قرآن که خاص غلاف دارد از اون میگرد و او را میگرد به دیگر طرف می‌آورد باکی نیست، چون که اکثر اهل علم به این فتوا دادند. اما درباره قرائت قرآن برای شخصی که طهارتش شکستگی است از حفظ خود یا که قرآن در یک جا ماندگی است همون نگاه در یک دیوار نوشتگی آیات قرآن یا در مسجد می‌دراید یا که از بیرون در یک جا می‌بیند در یک خانه قرآن نوشتگی در دیوار یا که عموما قرآن خواندن برای آدمی که طهارتش از دست رفتگی یعنی طهارت شکستگی یعنی طهارت ندارد جایز است که از روی حفظ بخواند بدون اینکه قرآن را دست زند. اما درباره جنوب شخصی که صاحب حدث اکبر است یعنی طهارتش غسل واجب شده مثل انسان جنوب او قرآن را هیچگاه نمیخواند، حتی خواندن هم در حق ندارد، چون که از حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که
با روایت امام احمد بس سند جيد از علی ابن ابی طالب رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که هنگامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از تورات شکستند، بعد از اون از آیت چند از قرآن قرائت کردند و گفتند که هذا لمن ليس بجنوب اما الجنوب فلا ولا آیه. گفتند این برای شخصی که جنوب نیست، مثل من توراتش همین حدثی اصغر است، اما جنوب پس البته یگان آیت، حتی یک آیت هم خواندن نمیتواند. مقصود از این حدیث این که انسانی که جنوب هست نه قرآن را دست میزند، نه حتی از زیاد هم خواندن نمیتواند تا اینکه غسل نکند. اما اشکالی که گفتیم انسانی که حدثی اصغر دارد، جنوب نیست، میتواند که قرآن را دست نزده از روی حفظ بخواند. اکنون میگذاریم در مسئله حائضه و نفسا. آیا که این دو طایفه از خواهرانی که به این عادتی ماهانه یا که عادتی بعد از تولد مبتلا شدند، آیا میتوانند که قرآن را از زیاد بخوانند یا که دست بزنند؟ در اینجا خلاف از بین اهل علم. از آنها بعضی از علما میگن که نمیخوانند هر دو این طایفه و این حائضه و نفسا را به جنوب قیاساً چکار کردن؟ الحاق کردن، پیوست کردن. قول دومی از علما میگن که هر دو این دو حائضه و نفسا از زیاد خوانده میتوانند بدون اینکه به قرآن یا به مصحف دست زنند. بعد اینجا علت رو بیان کردن، میگن که آدم جنوب میتواند که وقتی که جنوب شد بعد 10 دقیقه یا که 1 ساعت یا که چند وقت بسیار کوتاه غسل کند و قرآن خوانی دیگه حقوق پیدا میکند. فقط مدت همان جنوب که مثلا نیم ساعت یا که 1 ساعت یا که چند دقیقه است، همون وقت فقط اون میتواند که از قرآن خواندن ممنوع قرار یابد. اما با او فرصت است که آوازی کند و به قرآن خوانی دوباره برگرده به حالتی دوباره از حدث اکبر که پاک شد و دیگه حقوق دارد قرآن بخواند. برای خاطر این اصلا جایز نیست برای انسان جنوب که قرآن را دست زند در وقت جنابت یا که یک آیت هم خواندن حق ندارد. اما میگن حال حائضه و نفسا از حال جنوب فرق میکنند، چون که حال اینها مثلا چخلی که بیان است بعد حائضه تا 10 روز حیض میبینند، یعنی نمیتواند در این مدت اگر حافظ قرآن باشد یا طالب علم باشد یا مدرسه باشد شاید قرآن را فراموش کند یا که در رمضان ختم دارد. انا از روی یا که نفسا که بعضیشون تا 40 روز جنوب می شود، مثلا در همین رمضان از روزه محروم است، از نماز محروم است و برای خاطر رحمت به همین دو طایفه علما در این باب با دلیل های صحیح اجازه دادند که اینها می توانند از روی حفظ یا از روی اینکه با دستک پوشند یا که یگان حائل قطعی قرآن را بردارند که دستشان نرسد و به همون طریقه از یاد بخوانند. چون که قیاس اینها با قیاسی گویم که آدمی جنوب یا که دختری جنوب یا جوان پسری جنوب که آنها می توانند در هر وقت غسل کنند جایز نیست، چون که مدت اینها از مدت آنها فرق میکند. یعنی مدتی معین دارد، یا 35 روز یا 20 روز نفسا بیچاره مثلا نفاس میبیند، یا که حائضه کمترین روزشون بعدشون 4-5 روز است، زیادش 10 روز است. برای خاطر همین برای اینها حکم خاص است و دلیل از همین ابن عباس رضی الله عنه با دلیل راجح میگن که جایز است و دلیل نیست برای منع کردن این دو طایفه از دست نکرده قرآن خواندن، از حفظ قرآن خواندن میتوانند که با یک حائل قرآن را بدارند و بخوانند. و در صحیحین از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از حدیث عایشه رضی الله عنها آمده است که هنگامی که حیض میبینند حضرت عایشه مادرمان، پیغمبر صلی الله علیه و سلم به آن کس میگن که افعلی ما یفعل الحاج غیر الا تطوفی بالبیت حتی تطهری، میگه بکن آن چیزی که حاجی میکند بغیر از اینکه طواف در خانه کعبه کردن را حق نداری تا مدامی که پاک شوی از حیض. یعنی این دلالت میکند که ابن باز رحمت الله علیه استنباط میکنند که یعنی طواف کردن خانه کعبه
رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط استثناء کردند برای حدیث عایشه. دیگر کارهای حج که در داخل حج ذکر هست، وقوف به عرفه هست، انا در مینا ایستادن است، مبیت در مینا، در مزدلفه، قرائت قرآن، ذکر، اینا شامل همه عبادت هایی که در وقت حج حاجی اون رو به جا میآورد شامل این هاست. اینها را پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع نکرد. فقط یک چیز اساسی که این طواف خانه کعبه است را منع کرد. از این دلالت میکند که یعنی حصر کردن طواف از بین دیگر عبادت ها دلالت بر این که دیگر عبادت ها مثل یکی از آنها که قرآن خواندن است از روی حفظ جایز است برای حائض و نفسا. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خیلی که استثناء نکردن برای همین جایز است که غیر از طواف دیگه هر کاری که نفسا یا حائض میکنند میتوانند. و همچنین در حدیث صحیح آمده است که اسماء بنت عمیس که زن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود، هنگامی که محمد ابن ابی بکر فرزند حضرت ابوبکر تولد کرد، او را در میقات تولد کرد. این وقتی در نیت حج بود، در داخل حج بودن، در حجۃ الوداع در داخل میقات تولد کرد. همین را هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسماء بنت عمیس گفتند که یعنی افعلی ما یفعل الحاج غیر الا تطوفی بالبیت حتی تطهری، یعنی همه کارهایی که حاجی به جا میارد به جا میاری، فقط طواف کردن به خانه کعبه را حقوق نداری تا مادامی که از این نفاس خود پاک شوی. یعنی هم دلیل نفاس به نفسا به حدیث اسماء بنت عمیس و دلیل حائضه به حدیث عایشه رضی الله عنهم اجمعین. ابن باز رحمت الله علیه دلیل میارند که به همه ادله که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط طواف خانه را استثناء کردند و برای آنها اعمال حج اجازه دادند، برای خاطر این خلاصه کلام همین که حائضه و نفسا میتوانند در ماه رمضان به ممانعت قرآن را از زیاد یا که از دور نگاه کرده، قرآن را دست نکرده یا که با دستک یا با یگان حائل قرآن را برداشته با آن طریقی که دستشون به قرآن نرسد، میتوانند از روی حفظ و از روی نگاه کردن به قرآن یا به تلفن، اما درباره تلفن یا که کامپیوتر بکنید رو دست کنند، چون که حکم تلفن حکم مصحفی که در اون ورق است و نوشته شده است حکمش نیست، چون که به مجرد پخش کردن تگمچه تلفن اما قرآن یا که به ذاکره تلفن می رود، یعنی نابود می شود، حکم نبودن را دارد. برای این در حافظه تلفن است اما حقیقتا وجود ندارد که در تلفن نوشته شده باشد. برای خاطر از تلفن، از کامپیوتر و از آن جهازهایی که خاص برای خاطر خواندن قرآن اون را بعضی علمای تکنولوژی اختراع کردن و در آن قرآن ها و مصحف ها تفسیر هست، برای این جایز است از آن استفاده بردن. و این بود آخری فتوای شیخ ابن باز رحمت الله علیه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.